ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. гуфтурамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо бозгӯи китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон, чеҳраҳои мондагор. ровӣ ализода абдурашид хоҷампур. гуфтури 41. تاریخ گواه است که این سرزمین ابرمردانی را به دنیا آورده است که هر کدام در زمان خیش با خیرت، ذکاوت، دانش و فضیلت به درجه شهرت پیدا کرده بودند که ثمره عمر و خدمت بی‌نظیر، مقام و منزلتشان همیشه و در همه دور و زمان باعث ستایش و قدردانی می باشد. یاد آوردن و معرفی کردن شجاعت و دلیری، فضل و دانش و بزرگی و توانمندی آنها دلیل احترام ما به تاریخ و سیماهای تاریخی و فرهنگی خلق عزیزمان است. امامعلی رحمان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. شمسی تبریزی شخصیت بزرگ و کم نظیر عالم عرفان. یکی از آن شخصیت‌های بزرگ و کم نظیر عالم عرفان مولانا شمس الدین محمد ابن علی ابن ملکداد تبریزی می باشد که هنوز شخصیتش به طور کامل شناخته نشده است و عاقبت کار و فرجام تقدیر اسرارانگیزش هم چندان روشن نیست. ولی مسلم است که مست نفسی گرم و سخنی نرم او مولانا جلال الدین بلخی را از تنگنای خانقاه و مدرسه به پهنای شعر و ادب جهانگیری تاجیکی فارسی کشیده، در عرصه هنری شعر و شاعری مشهور عالمیان و محبوبی همه دور و زمانها کرد. این حقیقت به قلم خود مولانا چنین تصویر یافته است: هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجری تیزی نشد، هیچ مولانا نشد مولای روم تا مریدی شمس تبریزی نشد. این عارف فرزانه در عالم عرفان و ادب با نامهای شمس الدین، شمس الحق، شمس تبریزی، شمس پرنده و شمس سبزپوش مشهور می باشد. بعضی تاریخ نگاران و تذکیره نویسان از جمله دولتشاه سمرقندی گذشتگان او را از خراسان دانستند که با مقصد تجارت به تبریز آمده در اینجا به طور دائمی سکونت اختیار کردند. شمس تبریزی بعد از سیر و سیاحت زیاد در یکی از روزهای سال 1244 در شهر قونیه با جلال الدین ملاقات کرد و همین ملاقات در وجود مولانا جلال الدین انقلابی روحانی پدید آورد که بعضی محققان آن را تولد دیگری جلال الدین بلخی معنی داد کردند. ملاقات با این انسان پاکرویش و پاکمنیش و عارف بزرگ مولانا را چنان شیفته و شیدای خود کرد که او خود را از خویشان و نزدیکان و ارادتمندان تماما کنار گرفته کرسی تعلیم و مسند فتوا را به رقص و سماع تبدیل داد.
پیدا شدن و وارد گشتن شمس به زندگی مولانا جلال الدین صاحب شهرت و والا مرتبه تحولات عمیقی را در افکار و اندیشه او پدید آورده او را از درسگویی و وعظخوانی کنار برد و در دنیای شعر و ترانه و رقص و سماع را برویش کشاد. مولانا از این پس به سرودن شعر شروع کرد و اشعار او تابع طبع لطیف شمس تبریزی و همنوای قلب عاشقانی عشق ابدیت گردید. بار دوم مولانا با شمس تبریزی مدتی 6 ماه در حجره مدرسه‌ای که در آنجا پیش از ملاقات با این عارف کامل مدرسی می کرد با هم صحبت داشتند. اهل قونیه از چنین صورت گرفتنی حادثه به شور آمدند و در حق شمس تبریزی بدگویی ها کرده او را ساحر و افسونگر اعلان نمودند که مولانا را سحر و جادو کرده است. میگویند که شمس تبریزی بعد از این ماجرا به سلطان ولد فرزند کلان مولانا اظهار نمود که چنان غیب خواهد زد تا هیچ کس اثری او را نیابد و ناگهان غیب زد. مولانا بعد از این واقعه با مصلحت دوستان به سراغ شمس تبریزی به دمشق رفت، ولی اثری از او پیدا نکرده به قونیه برگشت. مولانا 2 سال شمس تبریزی را جستجو کرد و هر کجا سراغ او را گرفت نشانی و اثری پیدا نکرد. ولی باید گفت که تا به امروز آرامگاه شمس تبریزی که میگویند ناگهان از قونیه غیب زد دقیقاً معین نشده است. در کشورهای ترکیه و ایران برای این عارف بزرگ گورخانه تعیین کرده اند که مردم برای زیارت به این شهرها می روند. مردم این وادی کوهستانی تاجیکستان باشند گورخانه شمس تبریزی را به همین دهه ویشب احتمال می دهند. شایسته ذکر است که شخصیت‌های زیاد تاریخی از جمله بنیادگذار دولت تیموریان هند میرزا بابور، شاه افغانستان عبدالرحمن خان و دیگر شخصیت‌های معروف در دوره‌های مختلف مزاری به اصطلاح شمس تبریزی این دهه را زیارت کرده از فیض رحمت این آستان مقدس بهره‌مند شدند. امیران بخارا نیز به این مزار توجه داشتند. از جمله با فرمان امیر نصرالله در بالای گورخانه این بزرگوار خانقاه ساختند که عبدالرحمن مستجیر بنیاد آن را در سال 1842 احتمال داده است. بسیار رمزی است که موافق نقل و روایت های مردمی در همین خانقاه تا ایام انقلاب اکتبر کلیات شمس تبریزی معروف و دیوان کبیر مولانا جلال الدین بلخی نگهداری می شد که بر اثر کتاب سوزی های دوران انقلاب احتمال از بین رفته است. ملت های صاحب تمدن باستانی که در طول 100 سالها رنج استبداد بیگانگان را تحمل کردند چون به استقلال می رسند پیش از همه با شور و شوق صحیفه های درخشان تاریخ و فرهنگ خود را ورقگردان نموده کوشش می کنند که سنت و عنعنه های ملیشان را دوباره زنده سازند و سهم گذاشته خود را
در پیشرفت تمدن بشری به جهانیان نشان دهند. ملت تمدن آفر و شرفمند ما نیز در پیشرفت تمدن بشری به خصوص تمدن اسلامی سهمی سزاوار و جاودانه دارد که در این امر خیر بی شبهه بزرگان و دانشمندان ملت نقش محوری دارند. از این رو ما از آغاز دوران استقلالیت به خصوص پس از انجام جنگ تحمیلی داخلی و امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح، ارج گذاشتن به گذشته پر افتخار، گرامی داشتن تاریخ و فرهنگ غنی اجدادی، تجلیل سالگرد و زادروزی شخصیت‌های تاریخی و بزرگان علم و عرفان و ادب و در همین زمینه بیدار نمودن روح خودشناسی و خودآگاهی و احساس بلندی شهروندی ساکنان کشور را جزئی مهمی برنامه سیاست فرهنگی دولت و حکومت کشور قرار داده ایم. در شرایط تهدید آشکارای بحران معنوی و افزایش فشار فرهنگی ما بیش از پیش به پند و نصیحت بزرگان ادبی خود نیاز داریم. بیشتری اندیشه های پرحکمت شمس تبریزی نیز در روزگار ما قابل آموزش و پیروی می باشد. شمس تبریزی انسانیت را تاج آفرینش شناخته بزرگداشت او را تأکید می نماید که این حقیقت از سخنان زیرین او بر اعلا به مشاهده می رسد. کعبه در میان عالم است، اهل عالم جمله روبرو کنند، چو این کعبه را برداری سجده ایشان به سوی همدیگر باشد. امروز افرادی تندروی هستند که آگاهانه یا بر اثر درست نشناختن اصالت ملی و دینی ما می‌خواهند مردم مسلمان را در خواب غفلت و تحت تأثیر افکار خرافاتی نگاه داشته با سوی استفاده از سطح نچندان بلند معرفت دینی و معنوی یک قسم مسلمانان میدان فعالیت خود را گسترش دهند و در زیر نقاب دین غرضهای سیاسی و هدفهای ناپاک خود را عملی نمایند. اگر روشن‌تر افاده نماییم، این نیروها می‌خواهند که دین را چون صحنه بازی‌های سیاسی استفاده نموده پایداری صلح و ثبات، بقای وحدت ملی، حیات آسایشته مردم، امنیت جامعه و حفظ ترتیبات را خللدار سازند. از این لحاظ عالمان و مسلمانان کشور را ضرور است که نعمت بی‌بهای استقلالیت را بیش از هر وقت حفظ و پشتیبانی نموده با کار و پیکار سازندگی، رسالت نیکی آینده سازی، اعمال صالح و اخلاق حمیده حق را از باطل شناسند، ستیزه جویی و تندگرایی را محکوم نمایند، زیرکی سیاسی و هوشیاری معنوی را هیچگاه از دست ندهند و وطن دوستی و وطن پرستی را واجبات ایمانی و قرض انسانی خود قرار دهند. گذشته از این، عالمان ما را ضرور است که در معرفی و نشر آثار گرانقدر این بزرگان ملت کمر همت بسته، آثار پندآموز و عبرت بخش آنها را دسترس مردم نمایند. البته به تحقیق جدی علمی درباره زادگاه و آرامگاه بزرگان و عارفان پیشین حکم قاطعانه برآوردن دشوار است، ولی اعتقاد و ارادت
و محبت و صمیمیت مردم بیگمان بادبانی کشتی امید و آرمان هاست که در بحر طوفان خیزی روزگار آن را به ساحل مراد و درک حقیقت میرساند. شمسی تبریزی، شخصیت بزرگ و کم نظیر عالم عرفان. میخواهم یک مسئله مهم را که بارها تاکید کرده بودم خاطر رسان نمایم. ما پیروان یکی از مذهب‌های با نفوذترین دین اسلام حنفیه هستیم که بنیادگذاری آن فرزند بزرگ ملت تاجیک ابو حنیفه نعمان ابن ثابت می باشد. مذهبی ما با فرهنگ مراسا و مدارا و تحملگرایی خود معروف است. یعنی ما در این مسئله دو افتخار داریم. یکم این که اساسگذاری مذهبمان پرورده ملت خودمان است و دوم این که این فلسفه و جهانبینی صلح و تحمل قابل قبول تمام انسانیت سالم فکر و خیرخواه می باشد. از این لحاظ به ما هم قرض و هم فرض است که از تعلیمات جاویدانه بزرگان گذشته امان از جمله امام اعظم برای تحکیم صلح و ثبات کشورمان، محبت و همدیگر فهمی مردم شریفمان و تنجی و آبادی وطن عزیزمان به حد اعظم استفاده نماییم. بر رسم معروف مردم، بر رضایت خدای متعال، بر روح پاک محمد مصطفی جمیع انبیا و اولیا، بر روح پرفتوح امام اعظم، خصوصاً بر روحانیت ذات پاک با برکات مولانا شمسی سبزپوشی تبریزی حاجت برار و شاگرد ایشان مولانا جلال الدین بلخی، بر روحانیت همه گذشتگانمان دست دعا برداشته از درگاه خدای مهربان از دل و جان آبادی و شکوفایی هرچی بیشتری تاجیکستان عزیزمان را طلب داریم. جلال الدین بلخی، پیوندگر دلها و تمدنها. دورانی نچندان طولانی استقلالیت ملی تاجیکستان امکانیت فراهم آورد که ما به تاریخ علم و فرهنگ خویش که سابقه چندین هزار ساله دارد از موقع تازه نظر اندازیم و از این گنجینه پرباری سخن و معنی باز هم سیرمحصولتر استفاده نماییم. در این مدت مردم تاجیک در سطح بین المللی و جمهوریوی چندین جشنواره های بزرگ را که به پاسداری نیاگان بخشیده شده بودند گذرانید و جهان را با دستاوردهای دیروزی دور و نزدیک خود شناس کرد. قابل قید است که در وقت طرح‌ریزی هر گونه جشنواره ها قبل از همه مقصد گذاشته می شود که مردم باز یک بار دیگر به میراث گذشته خود روی آورند و برای امروز و فردای خیش و عموماً حل مسئله هایی که جامعه امروزه در پیش اهل بشر می گذارد جواب پیدا کنند. از جانب یونسکو سالی بزرگ داشتی مولانا جلال الدین بلخی
رومی 1207 1273 اعلان شدن سال 2007 چاره‌بینی هایی که حکومت جمهوری تاجیکستان و تشکیلات های گوناگون برای تجلیل 800مین سالگرد از مولود این فرزندی برومند تاجیک به نقشه گرفته به اجرا رسانیدند، در قطار آن جشنواره های دیگر باز از نو امکان دادند که همه ما به گذشته خود در مثال حیات و آثاری این متفکر با دیدی نو نظر اندازیم و برای معنی دادی واقعیت جهانی معاصر و اندیشه های او برای خود پایه های نو به نو جستجو نماییم. عارف بزرگ مولانای بلخی در تمام اقصای شرق و غرب با نظم عالمگیر خود معروف گشته است و شعر و اندیشه های فلسفی او را در تمام عالم با ذوق و شوق بی اندازه چی پیر و چی جوان، چی مرد و چی زن، ناوابسته از دین و مذهب و جهانبینی خود قرائت می کنند. یک سبب اساسی به ایجادیات متفکر رو آوردن مردمی زیاد در کشورهای گوناگون عالم به آن علاقمند است که او اکثریت مسئله های حیاتاً مهم را واقع بینانه تفسیر کرده است. این واقع بینی در قالب عرفانی انعکاس یافته باشد هم نه تنها با جهانبینی اهل تصوف و تفکر شخصی این مرد دانشمند، بلکه با طرز حیات و شرایط تاریخی و اجتماعی که متفکر در آن تربیه یافته است سخت علاقمندی دارد. این است که اندیشه های زیاد عرفانی مولانا تا کنون هم اهمیت خود را گم نکردند و اکثریت آن در خور نیازمندی و احتیاجات فکری و اخلاقی جهانی معاصر است. از طرفی دیگر تعلیمات جلال الدین بلخی گوناگون جبهه بودند. تمامی پهلوهای زندگی انسان، اندیشه، تفکر و طلبات روزمره اهل بشر را فرا می گیرد. به همین معنی تکیه کرده و نیروی فراگیرنده آثار مولانا را به نظر گرفته تعلیمات او را اکثری محققان بحر در کوزه نامگذاری کردند که به حقیقت حال کاملا موافق است. از این رو عقیده و افکار این متفکر را با یک عرفان که عادتاً دور از واقعیت شماریده می شود محدود کردن نشاید. برای تعلیمات او نقشی حس و عقل در مسئله های معرفت عالم، منزلت محیط و تربیه در تشکل اخلاقی انسان و مقام دیگر عامل‌های اجتماعی در حیات مردم نیز خیلی مهم است. آمیزش عرفان و عقلانیت و اخلاق و اجتماعیات را در اندیشه های مولانای بلخی مشاهده نموده می سزد که به تاریخ افکار نیاگان خود و موجودیت مکتب و رویه های گوناگون فکری در آن مراجعت نماییم. با عقیده محققان زیاد در تاریخ افکار اجتماعی و فلسفی خلق تاجیک که دوران دور و درازی را در بر می گیرد، اساساً 3 نوع رویه و مکتب فکری به نظر می رسد: دینی، فلسفی و عرفانی.
رویه های دینی یا روحانی مکتب های فکری تاجیکان امروز و نیاگان دوری ما از آریاییان قدیم، زردوشت، مانی و مزدک و دیگر متفکران پیش از اسلامی بعد از انتشار اسلام باشد، از ارکان این دین مبین ریشه می گیرند و باوری و اعتقاد و معنی دادی تمامی مسئله های فلسفی و اجتماعی از نگاه دین اساسی این نوع جهان بینی را تشکیل می دهد. در رویه های فلسفی یا عقلانی باشد، اگرچه معنی دادی دینی یا روحانی مسئله ها نیز جای دارد، با تکیه به منطق و عقل جواب جستن به سوالهایی که حیات علمی و اجتماعی انسان آنها را به میان می آورد، جوهری این نوع جهان بینی حساب می یابد. با عباره دیگر، این امر عقلگرایی در تاریخ افکار نیاگان ما نه تنها با تکیه بر عقیده و افکار خودی، بلکه با استفاده از منطق و فلسفه یونانیان قدیم و دیگر دستاوردهای عهد عتیقه و عصرهای میانه مردم گوناگون عالم صورت گرفته است. و نهایت رویه سیوم در تاریخ علم و فلسفه مردم ما این راه عرفانی تفسیر واقعیت اجتماعی انسان است که در خود به طرز مخصوص دو راه قبلا ذکر شده، روحانی و عقلانی را فرا می گیرد. به عباره دیگر، عرفان یا تصوف مکتبی بود که عقیده های دین های گوناگون از قبیل بوداییه، زردشتیه، اسلام، مسیحیت و غیره را با عقلگرایی از یک طرف و راه‌های فوق العقلانی معرفت را از دیگر طرف آمیزش داد. مولانا جلال الدین بلخی محض همین راه سیوم را نمایندگی می کند و به همین سبب تعلیمات او را چنانی که قبلا ذکر گردید با یک عرفان محدود کردن و دور از واقعیت و عقلانیت شمردن یا خود صرف دینی معنی داد کردن چندان درست نیست. قابل قید است که چنین فهمش های گوناگونی تعلیمات مولانا هنوز از زمان خودی متفکر وجود داشتند و این باعث شده است که شاه اثر او مثنوی معنوی را از یک طرف قرآن در زبان پهلوی خوانده اند و از طرف دیگر کلامی صوفیان شوم نام گذاشتند. امروز باشد به محققان و عموماً به همه آنهایی که به تعلیمات مولانای بلخی مراجعت می نمایند ضرور است که در بهادهی آن از یک طرفگی دست کشیده تمام جنبه های تعلیمات او را ببینند و بیشتر با آن موضوعهایی که به مناسبت دین و مذهب‌های گوناگون، مشکلات اجتماعی و اخلاقی و مسئله‌های زیاد دیگری در خور واقعیت معاصر نگرانیده شده اند توجه نمایند. شما گفتار 41 را از روی کتاب اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چهره‌های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، منظم آواز کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.